بریم سراغ حل یکی از سوالات کنکور 1401. این سوال چی میگه؟ میگه عبارت رو به رو برابر به کدوم یک از این گزینه ها. اول چیکار میکنیم؟ این عبارت رو میانیم بیرون بررسیش میکنیم. 4 و علاوه رادیکال 7 به توان منفی 1 برابر با 4 1 به روی 4 و علاوه رادیکال 7. هر وقت این کسری و این شکلی دیدیم به ما گفتن که زدم مزدوج کن 4 منهای رادیکال 7 4 منهای رادیکال 7 بالا در میاد 4 منهای رادیکال 7 پایین هم 16 منهای 7 میشه که برابر با 9. خب حالا برای اینکه ما بالا رو بتونیم به صورت اتحاد مربع دو جمله‌ای در بیاریم ضرب در 2 میکنیم، پایین هم ضرب در 2 میکنیم. 8 منهای 2 رادیکال 7 پایین هم میشه 18. این رو میتونیم بنویسیم رادیکال 7 منهای 1 به توان 2. حالا برگردیم به عبارت اصلی خودمون. رادیکال 4 به علاوه رادیکال 7 به توان منفی 1 ضرب در رادیکال 1 به علاوه رادیکال 7. خب این عبارت رو به جای این عبارت توی زیر رادیکال باید قرار بدیم. اون رادیکال 7 منهای 1 که میاد بیرون، یه رادیکال 18 اینجا فرجه 4 هم داره، یه رادیکال 18 میره پایین. رادیکال 18 به فرجه 4 بالا هم میشه یه رادیکال 7 به علاوه منهای 1 ضرب در رادیکال 1 به علاوه رادیکال 7. خب بالا مزدوجه، باز میبینیم که پس در میاد رادیکال 7 منهای 1. پایین چی؟ 9 ضرب در 2 میتونیم بنویسیم. 9 رو هم میتونیم بیاریم بیرون. رادیکال 3 رادیکال 2 به فرجه 4. این که خودش میشه 6. رادیکال 6 با رادیکال 3 فقط میمونه رادیکال 2. رادیکال 2 هم به فرجه 4 ببریم میشه 4 به فرجه 4. پایین هم داریم 2 به فرجه 4. پس جواب ما خواهد بود 4 2 رادیکال 2 به فرجه 4، یعنی گزینه 2. این از حل یک سوال کنکور